أين الرجال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و مهربان. ستایش مر الله را، درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و تمام آن کسانی باد که به ایشان یاری کردند. شهادت می دهم که نیست معبود جز الله و شهادت می دهم که محمد رسول اوست. امروز ما معنای کلمه استقیم را که مضمونش ثابت قدم باش می باشد بررسی میکنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن می فرماید همراه با آنان که توبه کردند و با تو رو به الله آوردند، همچنان که امر شده ای ثابت قدم باشد و از حد نگذرید که او به هر کاری که میکنید بیناست و به ستمکاران میل نکنید که عذاب آتش شما را برسد. شما را جز الله هیچ دوستی نیست و کسی یاریتان نکند. ثابت قدمی چنان که ابن تیمیه گفت هدف جوانمردی است. آن توسط پیروی به شریعت الله سبحانه و تعالی حاصل می شود. یعنی ثابت قدمی توسط بدون روگردانی از این شیوه راست زندگی که الله سبحانه و تعالی راه راست نامیده است و کتاب الله و سنت رسولش صلی الله علیه و سلم پیروی نمودن به دست می آید. او تعالی در قرآن می فرماید این است راه راست من، از آن پیروی کنید و بر راههای گوناگون مروید که شما را از راه الله پراکنده می سازد. این است آنچه الله شما را به آن سفارش می کند، شاید پرهیزگار شوید. لعلكم تتقون. يقول ابن رجب الحنبلی ابن رجب حنبلی میگوید ماهیت ثابت قدمی در ثابت بودن قلب در توحید افاده مییابد. سپس او میگوید کسی که در این راه ثابت قدم شد در هر دو دنیا خوشبخت شود. ما میدانیم که مسلمانان در این دنیا آن وقت حاکم بودند که شریعت را ثابت قدمانه رعایت می نمودند، ولی هرگاهی که آنها از شریعت رو گردانیده در بینشان نگاه‌های غلط به وجود می آمدند و آنها از راه راست دور می شدند، به اندازه دورشویشان شکست می خوردند. نهایت زمان رسید که این پدیده چنان وسعت یافت که در آخر حتی دولت خلافت اسلامی برهم خورد. امت اسلامی صرف نظر از فرمان الله متعال 90 سال این جانب در راه راست قرار ندارند. امروز ما وظیفه‌دار هستیم که ثابت قدمی را در اجرای فرمانهای الله سبحانه و تعالی برگردانیم تا که الله متعال در حال از ما راضی بودن به ما نظر کند، خلافت را به ما برگرداند، گمراهی را از ما دور سازد و مقام امت بهترین را که برای بشریت برآورده شده است، مقام امتی را که دائما ثابت قدم است، برای ما برگرداند. من به الله برای خود و شما استغفار میگویم. السلام علیکم. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند، پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما ابونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات میگردد.